این دیواره های اون شغاله در رفت. این دقیقا ما الان تو خود رودخونه این که البته این رودخونه فصلیه. خیلی جای دیدنی، انرژی به سقف دیگه. حالا باید بیای اینجا راه بری تا بفهمید. اینجا رو که ببینیم اینا لونه های جغد و خب باشه. حالا الان توش نیستم. این پایین همین شغالا اینا روباهو میکنن. حالا وقتی بارون بیاد احتمالا میرن زیرش. واقعا جای دیدنی خیلی هم جذابه. حالا ما کاری به این آشغالا که ریختن نداریم. امیدوارم یه بارون بیاد خودش متاسفانه بشوره ببره. چی بگم، کاری از دست ما بر نمیاد. ولی تمام این دیواره ها میبینی اینجا مثلا که موش و مار و اینا اینجاها میکنن که میرن زیرش. اونم با داره لونه شاهینه فکر کنم یا همون جغده. دیگه داره شب میشه. همه دیواره های این وریشو واقعا جذابه. قدم زدن توی این رودخونه، حالا درسته خشکه، همچنان انرژی و قدرتی به شما میده